سلام استاد، سلام به تمام بینندگان عزیز. اینجا یه روستا است، یه روستا تو غرب کشور، استان لرستان، شهرستان نورآباد، بخش کاکاوند، روستای یارامیری. روستای کوچک و دنج، باغ‌های فراوان، البته باغ‌هاش همه گردوان. بعد چند جای باستانی هم داره، 2 تا قول معروف باقی مانده قلعه داره. همین کویی که میبینید همون محلش، باقی مانده های قلعه زمان اشکانیانه. اونجا غاره، یه چشمه داره، چشمه قنات داره باستانی، منتها چون که کسی زیاد بهشون اهمیت نداده همینجوری موندن. ما ازشون خبر داریم و ما کسایی که اینجا نیستن خبر ندارن. با امید خدا یواش یواش دونه دونه معرفی میکنم واسهتون. فعلا با کلیاتش آشنا بشین، جزئیاتش هم معرفی میکنم واسهتون. خیلی دوستتون دارم. اینم یه برف زیبا، حدوداً 50-60 تن برف، صدا چی بود؟ 50-60 تن برف اومده که به قول چیزه بفری نه. زبان ما لکیه، کرد نیستیم، نه کردیم نه لری. زبان ما لکیه، نژاد ما لکه. قوم کاسیت، قومی که قبل از نژاد قوم آریایی تو ایران بوده. بومی ایران مثل قوم ایلامی، اینا بومی غرب کشور و نسبت به سمت شمال کشور قوم کاسیت بودن یا کاسی ها. به قول کتاب تاریخ میگفت کاسی ها اسب را رام کردن. کاسی ها اولین قومی بودن که حیوانات را اهلی کردن. خلاصه اوجور چیزایی. خیلی دوستتون دارم.